اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب کراهة المدح فی الوجه، یعنی باب در مسئله مکروه بودن مدح و ستایش و تعریف کردن فی الوجه، یعنی در روبروی کسی که لمن خیف علیه مفسدتون، یعنی برای کسی که اگر در روبرویش تعریف و مدح و ثنا و ستایش به وجود بیاید، مفسده در اون انسان به وجود می آید، یعنی اون انسان فاسد می شود. من اعجاب، به مثل خودبینی یا به مثل کبر و غرور و این چیزها در دلش پیدا شود و نحویه، به مانند این عملهای مذمومه، عملهای ناخوبه یا صفتهای ناخوبه در اون انسان به وجود بیاید، در این صورت در روبروی اون انسان تعریف کردنش کراهیت دارد. انسانهایی را که اگر تعریف کنی اون انسان فاسد شود، کبر و غرور در دلش پیدا شود، در این صورت مکروه است که اون انسان را در روش تعریفش بکنند. و جوازه، یعنی که جایز است، باب در مسئله جایز بودن، لمن امن ذلك فی حقه، درباره کسی که در امان باشد اون انسان از این مفسده، یعنی حق اون انسان که در حق انسانی که اون انسان کبر و غرور نمی کند با تعریف کردنت، در این صورت جایز است که در روبرویش هم تعریفش بکنی و توصیف و ستایشش بکنی، جایز و درست است، اگر که فساد به وجود نآید به سبب این مدح و ثنا و تعریف و توصیفت، پس جایز می باشد. امام نووی رحمه الله در زیر این باب برای ما و شما 3 حدیث تقدیم می کند. اولین حدیث این باب حدیث 1787 کتاب ریاض الصالحین است که امام نووی رحمه الله می فرماید: عن ابی موسی الاشعری رضی الله عنه قال، یعنی از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت است که گفت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة. میگه شنید پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردی را که یثنی علی رجل، یعنی ثنا و مدح و تعریف میکرد یک مرد دیگری را، یک مرد را شنید که یک مرد دیگر را ثنا و تعریف و توصیفش میکند. و یطریه فی المدحة، اما بسیار مبالغه میکرد در شکل تعریف کردنش، در شکل توصیف و مدح کردنش، بسیار از حد زیاد ستایشش میکرد. فقال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اهلکتم، یعنی شما نابودش کردید اون کسی را که شما اینقدر تعریف و توصیف دارید، اون را شما نابود کردید. او قطعتم ظهر الرجل، یا میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که شکستید شما پشت مرد را، کمر یک مرد را شما شکستید با این تعریف و توصیفی کردهتان. ببینید، یعنی که تعریف و توصیف زیاد در روبروی انسان ها غالب انسان را کمرش را میشکند، غالب انسان را به هلاکت میرساند، غالب انسان را از دایره انسانیت و آدمگری بیرون میکند. تعریف و توصیف، کم انسان های صالح هستند، کم انسان های با ایمان و با وجدان هستند که با تعریف و توصیف خودشان را از دست نمیدهند. غالب مردم تعریف و توصیف هلاکشان میکنه. چطور پیغمبر گفت که اهلکتم، شما اون مرد رو هلاک کردید با این کاری کرده اتون، با این تعریف و توصیف و ستایشی از حد زیادی که در حقش انجام دادید. این حدیث متفق علیه است. بعد از این میگوید امام نووی رحمه الله میگوید الاطراء، یعنی کلمه و یطریه فی المدحة، یطری را آورده بیان میکند، میگه المبالغه فی المدح. اطراء یعنی یطریه، یعنی که از حد زیاد تعریف و توصیف کردن را میگن. یطریه یعنی مبالغه میکرد، از حد زیاد مبالغه میکرد، چیزهایی را در حقش میگفته که اون مرد این چیزها را نداشت. متاسفانه امروز زیاد این چیزها شنیده میشوند، در حق کسان چیزهایی میگویند که لایق و شایسته اون گپ هم نیست،
و لایق و شایسته اون صفت هم نمی باشند. پس باید انسان متوجه باشد که سبب هلاک شدن کسی دیگر نگردد، زیرا اینکه این مدح و تعریف زیاد یک کسی دیگر رو هلاک میکند. این بود حدیث 1787 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1788 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید: و عن ابی بکر رضی الله عنه، یعنی از ابو بکر رضی الله عنه روایت است: ان رجلا ذکر عند النبی صلی الله علیه و سلم. هر آینه میگه مرد یاد کرده شد در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی یک مرد را در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم تعریف کردند و بیان کردند. فاثنى علیه رجل خیرا، پس مدح و ستایشش کرد، میگه اون مرد را یک مرد دیگر به خیر. اون مردی که در نامش ذکر شد، یک کسی در اون جمعیت بود، این مرد را که نامش ذکر شده بود این را به خیر ستایشش کرد، مدحش کرد، تعریفش کرد. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ویحک، یعنی وای بر تو، قطعت عنق صاحبک، یعنی گفت تو پاره کردی، بریدی گردنی رفیقت را. اون کسی را که تو اینقدر تعریف و توصیف کرده ایستادی، پس تو اون را گفت گردنش را بریدی، او را هلاک کردی. ببین تعریف و توصیف ناجا انسان را به هلاکت میرساند. گفت تو را هلاک کردی. یقوله مرارا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم تکرارا میگفت که ان کان احدکم مادحا، گفت اگر کسی از شما تعریف و توصیف کردنی باشد کسی را، لا محالته، یعنی که هیچ اشکال نیست، فلیقل، پس در پیش از تعریف و توصیفش بگوید که احسب کذا و کذا، یعنی گمان میکنم فلان انسان را که چنین و چنان است. یعنی گمان میکنم، احسبو را استفاده برد، گمان میکنم که اون رفیقم، اون دوستم، اون شناسم، اون مردی را که شما گفتید، گمان میکنم که فلان فلان صفات را با خودش دارد. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد داد که اگر کسی را تعریف کردنی میشه، پس این طور تعریفش بکنید، این طور بیانش بکنید، این طور دربارش صحبت بکنید. این کان یرا انه کذالک، اگر که میبیند اون این طور هست، و حسیبه الله، یعنی محاسبه کننده اون الله جل جلاله است. ولا یزکی علی الله احد، و پاک و نیک معرفی کرده نمی شود بالای الله جل جلاله دا کسی، یعنی که غیر از الله جل جلاله، بالای الله جل جلاله دا کسی تا تزکیه داده نمی شود یا پاک و نیک معرفی کرده نمی شود. فقط این الله جل جلاله است که وقتی در بارهش صحبت میکنی رحمان است و غفور است و الله جل جلاله رحیم است، بدون شک و شبهه صفاتای الله را میگو بدون تردد، الله لایق اینا است. اما انسانیت در وقت میگو بگو احسبو، یعنی که من گمان میکنم که این انسان فلان فلان صفات را با خودش دارد. این حدیث متفق علیه است. این بود حدیث 1788 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1789 کتاب ریاض الصالحین را میآورد و میگوید: و عن حمام ابن الحارثی، یعنی از حمام ابن حارث روایت است که عن المقداد رضی الله عنه، از مقداد رضی الله عنه روایت کرده میگوید: ان رجلا جعل یمدح عثمان رضی الله عنه، میگه مرد شروع کرد به حمد و ستایش و به مدح و تعریف کردن عثمان رضی الله عنه. فعمد المقداد، پس میگه مقداد از جایش خست. فجث علی رکبتیه، پس میگه نشست به یا تکیه زد یا نشست علی رکبتیه، به دو زانویش. چطور که انسان نو خستنی میشه و دو زانوش در میشیند به سر دو زانوش، همین طور میگه به دو زانوش شیشت. فجعل یحثو فی وجه الحصباء،
پس شروع کرد به پاشیدن یحث فی وجه الحصباء، یعنی ریگ را، سنگ را در روی اون انسان میپاشید، در رویش میپاشید. فقال له عثمان، پس حضرت عثمان رضی الله عنه مقداد را پرسی که ما شأنک، چی میکنی تو، چی کار کرده استادی؟ فقال، پس میگه مقداد گفت که این رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگه هر این رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که اذا رأیتم المداحین، یعنی وقتی که شما ستایشگران رو دیدید، وقتی شما تعریف کنندگان رو دیدید، وقتی که شما مدح کنندگان رو دیدید، فحثوا فی وجوههم التراب، پس بپاشید در رویهای اونها خاک را، سنگ را، ریگ را بر روی اونها بپاشید، بر روی اونها چاش بدهید خاک را. الله اکبر. ببین پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت شما ستایشگران مداحان را وقتی که میبینید بر روی اونها خاک بپاشید. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. پس مدح کردن و ستایش و تعریف کردن یک شخص این در رویش جایز نمی باشد، مگر اینکه اگر اون انسان خیلی انسان صالحی هست که با تعریف و توصیفش اگر فساد به وجود نیاید، کبر و غرور در دلش به وجود نیاید، در این صورت جایز است که در روش تعریفش کنید، و الا در غیر این صورت جایز نمی باشد، زیرا اینکه این مدح و ستایش و تعریف سبب هلاک شدن اون انسان میگردد. بعد از این میگه فهذه الاحاديث فی النهی، این حدیث ها میگه درباره من بودن مدح و ستایش است. و جاء فی الاباحه احادیث کثیره صحیحه، و همچنین آمدگی است میگه درباره جایز بودن مدح و ستایش کردن در روی انسان حدیث های زیادی که صحیح هستند. این حدیث های زیاد داریم که انسان رو در روش تعریف کردن جایز است. چطور گفتیم که به شرط جایز است، پس این حدیث ها تعریف را اجازه نمیدهند و بعضی حدیث ها دیگر اجازه میدهند. پس چطور جمع میکنیم این حدیث ها را؟ پس میگیم کسی که اگر مغرور نمیشود، اگر تعریف در رویش تعریفش کردیم فساد به وجود نیاید، در این صورت جایز است که او را تعریف کرده شود. اگر که کسی فساد به وجود بیارد به سبب تعریف کردن، در این صورت او را اجازت نیست تعریف کردن، موافق همین حدیثایی که حالا بیانش کردیم. اکنون امام نووی رحمه الله میگوید قال العلماء، علما گفتگی هستند، و طریق الجمع بین الاحادیث ان یقال، یعنی چگونگی بودن جمع کردن در بین حدیث ها همین است که گفته شود ان کان الممدوح عنده کمال ایمان و یقین، اگر کسی را تعریف میکنی اون انسان برخوردار باشد، با خودش داشته باشد کمال الایمان، یعنی ایمانش کامل باشد، و یقین، اون انسان کمال یقین در قلبش باشد، و ریاضت نفس، اون انسان ریاضت نفس با خودش داشته باشد، و معرفت تامه، و اون انسان معرفت پره، معلومات پره داشته باشد، بحیث لا یفتتنو، به طریقه که بگیم در فتنه گرفتار نشود، لا یفتتنو یعنی به فتنه گرفتار نشود، ولا یغتر بذلك، و مغرور هم نشود به سبب تعریف کردن یک انسان، ولا تلعب به نفسه، با اون انسان نفس خودش نگاه داشته بتواند که ولا تلعب به نفسه، یعنی نفس اون انسان با اون انسان بازی نکند. یعنی انسانایی هستی که وقتی دروشون تعریف میکنی نفسش اون را به هلاکت میبرد، این تعریفی تو سبب میشود نفسش با اون صاحبی خودش بازی میکند که این انسان رو به هلاکت میبرد. فلیس بحرام ولا مکروه، اگر همین شرطا را کسی داشته باشد پس دروش تعریف کردن حرام هم نمی باشد و کراهیت هم نمی باشد. چرا؟ زیرا که انسان به فساد نمی رود، زیرا انسان در دلش غرور و در دلش کبر جان نمی دهد، زیرا که انسان می داند ایمانش کامل است و می داند و یقین دارد و این انسان در فتنه ها گرفتار نمی شود. پس انسان میتونی در روش تعریفش بکنی، اما خیلی کم است در این زمان و در اطراف ما و شما کسانی که در روش تعریف کنی و مغرور نشوند، خیلی خیلی کم می باشد. میگه و این خیف علیه، و اگر که ترسیده شود، و این خیف علیه شیء من هذه الامور، اگر که ترسیده شود یعنی اگر که بترسیم که چیزی از همین کارها بالای اون انسان با وجود میارد، و این خیف علیه شیء من هذه الامور کره مدحه، در این صورت مکروه است مدح کردن اون انسان، فی وجهه یعنی در رویش،
در رویش تعریف و مدحش که نمیگه، در این صورت مکروه می باشد. کراهتا شدیده، یعنی که این کراهیت کم نیست، بلکه خیلی کراهیت سخت دارد، خیلی کراهیت جدی و سخت دارد. و علی هذا التفصیل، بنابر همین تفصیلاتی که میگه بیان کردیم، تنزل الاحادیث المختلفه فی ذلك، یعنی که تنزل یعنی وارد کرده میشوند حدیثای گوناگونه که در این باره هست. یعنی ما یه حدیث هم میبینیم مدح و تعریف اجازت میدهد، یک حدیث دیگر هم میبینیم مدح و تعریف اجازت نمیدهد. پس اینها را ما چطور جمع بکنیم؟ بین این حدیث ها ما چطور جمع بکنیم تا اینکه به هر حدیث ها عمل بکنیم؟ میگه بنا همین طریق حالا بیان کردیم. همون کسرت تعریف کردن است. ببین اگر ایمان به کمال ایمان رسیدگی باشد، یک به کمال یقین رسیدگی باشد و معلومات داشته باشد که کبر حرام است، غرور حرام است، این چیزها را داشته باشد و به فتنه گرفتار نشود و مغرور نشود و نفسش با صاحبش بازی نکند، در این صورت جایز و درست میشد. اگر یک از اینها نباشد، یک از اینها بترسه که به اون انسان به وجود میآید، در این صورت تعریف کردن و توصیف کردنش جایز و درست نمی باشد. بعد از این امام نووی رحمه الله میگه و مما جاء فی الاباحه قوله صلی الله علیه و سلم، و از جمله همون حدیثایی که درباره مباح بودن تعریف و ستایش و مدح آمدگی است، سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است لابی بکر رضی الله عنه. این ابوبکر رضی الله عنه چطوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ارجو ان تکون منهم، رسول الله گفتن که من امیدوار هستم که تو از جمله همونها باشی، امیدوار هستم که تو از جمله همونها باشی. یعنی که این تعریف است. اونها کی هستند؟ ای من الذين يدعون من جمیع ابواب الجنه لدخولها، یعنی از جمله کسانی که دعوت میشوند و فرا خوانده میشوند و فریاد کرده میشوند از تمام درهای جنت تا اینکه به جنت داخل شوند، تا اینکه به جنت داخل شوند. یعنی که هر انسان اهل نماز، کسی که نماز زیاد دارد از در معین داخل جنت می شود، کسی که روزه زیاد دارد از در معین داخل جنت می شود، و کسی صدقه زیاد دارد از در صدقه و داخل جنت، از در معین داخل جنت می شود. پس حضرت ابوبکر رضی الله عنه را تمام درها فریاد می کنند. یعنی چی؟ یعنی حضرت ابوبکر رضی الله عنه انسان بود که تمام کارها را زیاد انجام دادگی بود، چی صدقه باشد، چی نماز باشد، چه روزه باشد، هر عمل نیک رو، هر عبادت رو خیلی زیاد انجام دادگی که بود. از این حساب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتش که ابوبکر تو را تمام درهای جنت فریاد میکند تا اینکه با اون در داخل جنت شوی. این تعریف است. پس ببین جایز است. چرا؟ زیرا اینکه حضرت ابوبکر رضی الله عنه انسان بود که اون دیگر نفسش با خودش بازی نمی کرد، اون دیگر در فتنه گرفتار نمی شد، مغرور نمی شد. این طور انسان ها را تعریف کردن جایز و درست است. و فی الحدیث الاخر، در یک حدیث دیگر آمدگی است که ابوبکر رضی الله عنه وقتی که درباره کسانی که اسبال ازار میکنند، یعنی بروک را میپوشند که از بجلک پا پایان است، از بجلک پا بروک و شم را پوشیدن این حرام است، ناجایز است. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کردن این مسئله را، گفتن که انسان‌های کبردار این کار را میکند، پس اسبال من الازار در جهنم است. کسی که بروکش یا همون شلورش از بجلک پا پایان باشد، پس اون پا گفت در داخل جهنم میسوزد. پس ابوبکر گفتن که آیا من از همون طایفه هستم؟ پیغمبر گفتن لست منهم، ای ابوبکر تو از این طایفه نیستی، یعنی تو غرور نداری، تو کبر نداری ای ابوبکر. ای لست من الذين يسبلون ازورهم خيلاء، یعنی تو ابوبکر نیستی از کسانی که اسبال ازار میکنن از روی تکبری، کبر دارن اسبال ازار میکنن. ازار بگم بروکاشون، شیماشون دراز با ای بجلک پا پایان میپوشن. متاسفانه کافرها این را ماده قرار دادگی هستند. بسیار از مسلمان ها این را همچون ماده قبول کرده است، هم پیشروی قبول کرده است که باید بروک چنان دراز باشد که در زمین برسد یا از طفلی پایان باشد. وقتی پاپوشی را که میپوشی میگن از پاپوشی باید پایان باشد. این همه وسوسه کفار برای دور کردن مردم از راه حق و درست و از راه سالم است.
اما در اصل این مسئله حرام است، اسبال ازار حرام است. پس وقتی که پیغمبر این حدیث را گفت اسبال ازار حرام است، کسی این کارو میکنه اون پاش در جهنم سوزانده میشود، ابوبکر گفت که من از اونها هستم. پیغمبر چی گفت؟ گفت که نه تو از اونها نیستی. یعنی چی در اینجا تعریف؟ پیغمبر گفت که تو کبر نداری ای ابوبکر. تعریف حضرت ابوبکر را کرد، اما جایز است. چرا؟ زیرا اینکه حضرت ابوبکر رضی الله عنه کسی هسته که اون کبر را در قلبش جا نمیدهد، نفسش با ابوبکر نمیتونست بازی بکند. و در دوامش امام نووی رحمه الله میگه و قال صلی الله علیه و سلم لعمر رضی الله عنه، میگه گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای حضرت عمر رضی الله عنه ما رآك الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک. میگه ندیده است تو را، ما رآك الشیطان سالکا یعنی نمی بیند تو را شیطان که روانه استی براه، سالکا فجا یعنی روانه استی تو براه، الا سلک فجا غیر فجی مگر اینکه شیطان می رود بر راهی که غیر راه تو باشد. یعنی چی؟ یعنی شیطان از حضرت عمر رضی الله عنه میگریخت، شیطان ملعون از حضرت عمر رضی الله عنه میگریخت. پس حضرت عمر رضی الله عنه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعریف کردند که شیطان از عمر میگریزد و حضرت عمر انسانی هست که در اون کبر به وجود نمی آید و نفسش با اون بازی نمی کند و کمال ایمان و یقین رسیدگی که بود. پس این طور انسان ها را تعریف کردن جایز و درست می باشد، چطوری که پیغمبر تعریفش کرده، مدح و ستایشش کرده. ای عمر تو کسی هستی که وقتی تو را شیطان در یک راه می بیند راهش تغییر میدهد، به دیگر راه می رود، بر راهی که تو هستی و اون راه شیطان نمی رود، شیطان از حضرت عمر می گریزد. الله اکبر. والاحادیث فی الاباحه کثیره، و حدیثات درباره مباح بودن ستایش و مدح خیلی زیاد است. وقد ذکرت جمله من اطرافها فی کتاب الاذکار. پس میگن ذکر کردم گوشه از آنها را یا که بعضی از آنها را در کتاب الاذکار. کتاب الاذکار یکی از کتاب‌های بسیار مفید از کتاب‌های امام نووی رحمه الله است که چطوری که تا اینجا ما و شما چقدر فایده ها از کتاب ریاض الصالحین گرفتیم، به مثل همین باز یک کتاب دیگر دارد امام نووی رحمه الله با نام الاذکار. اون هم همین خیلی بسیار کتاب مفید برای هر یک مسلمان است که اون را بخواند، از خود بکند و خودش را طبق روش رسول الله صلی الله علیه و سلم میتواند بگرداند، یا به مثل رفتارهای رسول الله صلی الله علیه و سلم میتواند خودش را موافقت بکند و عمل و گفتارش به مثل رسول الله بگرداند، با شنیدن و با خواندن اوصاف رسول الله و گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس این بود بابی مکروه بودن مدح و ستایش کردن در روی کسی که از اون میترسیم که مفسده به وجود میآید، اون انسان که برو غرور میکند، پس مکروه است تعریف کردن در رویش. اما اگر که همین مفسده نباشد که برو غرور به وجود نیاید، در این صورت تعریف کردنش جایز و درست میباشد. این باب به همین با آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود. باب کراهت الخروج من بلد وقع فیها الوباء فرارا منه و کراهت القدوم علیه. یعنی که باب در مسئله مکروه بودن برآمدن از دهه یا قشلاق یا از کشوری که وقع فیها الوباء، در آن کشور وبا به وجود آمدگی است. وبا در هر جایی که به وجود می آید از اونجا گریختن، فرارا منه یعنی که انسانی که بگریزد برای در اون وبا گرفتار نشوم گفته، این میگه مکروه است. و کراهت القدوم علیه، همچنین این باب درباره مکروه بودن وارد شدن به این طور کشورها یا دهه‌ها یا شهرها هست. در هر جایی که هر قشلاق ده یا هر دهه ده یا هر شهر ده وقتی وبای می آید،
آدمایی که در اون شهر بودن باید در اون جاشون بمونند، دیگه جا نروند، از اون شهر نگریزند. چرا؟ زیرا که این وبا را پهن نکنند. و کسانی که بیرون از اون شهر هستند اون شهر نروند، جایی که وبا آمده است اونجا نروند. چرا؟ زیرا که خودشان به بلا گرفتار نکنند، خودشان به وبا گرفتار نکنند. پس این باب نو است. این باب نو رو انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزمون رو در اینجا به پایان میرسونم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.